قبل از اینکه بهتون توضیح بدم لطفا ویدیو رو لایک کنید. چند روز پیش در استان گلستان مادری به مناسبت روز دختر 2 فرزند 8 و 11 سالش رو شام میبره فست فودی که بچه‌ها پیتزا سفارش میدن ولی خود مادر فلافل، و زمانی که به خونه برمیگردن جفت بچه‌ها دچار استفراغ میشن ولی بعد از گذشت مدتی خوب میشن و میخوابن، تا اینکه ساعت 4 صبح مادر میبینه یکی از بچه‌ها داره کف بالا میاره و اون یکی هم سرد و بیجون افتاده و در نهایت جفتشون تا ساعت 5 از دنیا میرن و بعد از تحقیقات تیم پزشکی علت مرگ فاش شد که رعایت نکردن این 4 مورد باعث مرگ بر اثر خوردن پیتزا میشه. اولیش اینه که پیتزا نباید بیشتر از 2 ساعت بیرون از یخچال بمونه چون باکتری خطرناکی رو پنیرش رشد میکنه. دومیش اینه که پیتزایی که از سوسیس کالباس بی کیفیت و گوشت خام درست شده میتونه آلوده به سالمونلا باشه که این باکتری حتی در دمای بالای فر هم از بین نمیره. سومیش اینه که استفاده از سس‌های مونده رو میز فست فودی هاست که محل رشد باکتری های کشنده است. چهارمیش اینه که اگه پیتزای قارچدار میخورین مطمئن باشید که قارچ‌ها حتما کاملا پخته شده باشن چون قارچ نیمپز یا مونده باعث تولید سم میشه تو بدن. اینو تا میتونید دست به دست کنید تا سلامتی کسی به خطر نیفته. تو پیجم همه چیو به توضیح میدم، پس فالوم داشته باش تا از ویدیوهای جدیدم جا نمونی.